نزد من یک جوانی آمد، گفت باشه من با شما خلوت صحبت دارم، آدم نباشد. خوب مردم رفتن، مردم شین یازیر آدم ها سبک شوند، نزدیکتر شیشت و حضرت که من خجالت هستم لیکن باید گویم زیرا که من محتاج هستم بفهمیدن جواب این. یک خانم است گفت من خدا زدگی است، گفت من با او زنا میکنم، گفت من علاقه جنسی دارم. همون خانم به من پیشنهاد دارد که دختری منم گیر، دختر دارم، دخترم بالغ شده 18 تا 16 دختر من نکاح کرده میتیم تا گیرو، لیکن هر هفته یک بار قطعی خمم هم خوابگی کن. ببینید حال امروز امت اسلام حال شد. شاید اونا مسلمان هستند، خدا لعنت کند اون تو مادره. آخه این نکاح نیست، این حرام است. دیگر اون نکاح او با دخترش هرگز درست نیست. ببینید امروز زنهای تاجیکی ما رنگ حیوان شده هستند. دامادی که حکم فرزند دارد براش مثل شوهرش به اون معامله میکند. و این نکاح ها حرام است، اینها رو باید از یکدیگر جدا کرد. روایت دیگر هم هست، حضرت ابن جریر میفرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال فی الذی یتزوج المرأة فیغمز ولا یزید علی ذلك لا یتزوج ابنتها. رسول اکرم گفتن یک شخص یک زن نکاح میکند میگیرد، خوب در یک جایی میشوند، هم خوابگی نکردن، فقط دستی او را قپی دستی آغوشش کرده است، خلاص حالا کار دیگری نکرده است. این مرد دیگر نمیتواند دختری او را به زنی گیرد، دیگر نمیتواند با دختری او نزدیک شود. ای چی امروز حال چی هستین؟ و کان ابن مسعود یقول اذا قبلها فلا تحل له الابنة ابدا. این هم حدیث است، رسول اکرم گفتن وقتی که یک زن کسی بوسه میکند دیگر دختر او را گرفته نمیتواند، چه جایی حالا که علاقه جنسی کرد باشد. خلاصه حرام است دادرای عزیز. خدا لعنت کند این تو زن هم، خدا لعنت کند این تو جوان مردم که به خوشدامنش رسد و با دختر اختی همچون مادر فرزنده زندگی کند. خدا این مردم لعنت کند. بنابراین از این کارا خدا تان نگهدار. خواهرای قیامتی شما مسلمان هستید، لعنت خدا بر شما باد. به خاطر شهوت شده خدا تان حیوان کردید. خدا تا چون ماچه خرها بارین فرق ندارد، دیگر دوماد به تو میرسد شهوت تا آرام میکند، یا بچت به تو میرسد شهوت تا آرام میکند، دیگر فرقش نمونده است. از خدا ترسید. پگه مرگ در پیش است، پگه خانه قبر است، پگه دوزخ سوزان است. پیغمبر خدا گفتن لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. در وقت زنا کردن ایمان از بدن شما جدا می شود. ای زناگارا شما مسلمان نیستید، شما ایمان ندارید، شما را جنازتان درست نیست. از خدا ترسید. خوب این کتاب اعلام السنن از روایت زیاده در اینجاست، ما وقت زیاد ندارم شما را گویم. انشاءالله با مولا محمود دیگه مفصل در این باب شما صحبت میکنن. خلاصه غمی من این است که امروز اخلاق در جامعه ما به درجه خیلی حیوانانه پایان رفت. جوانای ما، جوانزنای ما در باطلاق حیوانی غوطیدند. تقلیدی به زنهای غرب و به آداب غرب و تماشای فیلم های تلسیریال های دنیای غرب اونها را حیوان کرد. شاعر میگوید اذا اصیب قوم فی اخلاقهم، اذا اصیب قوم فی اخلاقهم فاقم علیهم مأتما و عویلا. مردمی که اخلاقش از دست رود، مردمی که اخلاقش از بین رود، او مردم مثل مصیبت زده هستند، مثل مرده ها هستند. برای اینها ماتم گیر، برای اینها گریه کن که اونها هلاک معنوی شدند، اونها در باطلاق حیوانیت غوطیدند، اونها دیگر از انسانیت جادش بیرون شدند. برایشان گریه کن. خدا شما را جوانای عزیز بازم میگویم حالا هم فرصت دارید توبه کنید، از این تو زنها جدا شوید، با نکاح اسلامی زن گیرید که فرزند خوب براتان به دنیا بیارد.
از این تو زنها را فرزنداشم مثل خوشان فاحشه می شود، مثل خوشان بد اخلاق می شود، مثل خوشان حرامی و زناگار می شود. خداتان از اونها جدا کنید.